آقا سلام میکنیم خدمت تمام بر و بچ. منم سلام میکنم. خیلی خوشحالم که قسمت سوم چشم‌پوشی رو داریم شروع میکنیم. بله 3 قسمت شد، 3 هفته است که شروع کردیم و هر قسمت به نظر من داریم یه چیزی رو پیشرفت میدیم. این قسمت سعی کردم یکم نورپردازی رو بهتر بکنم. حالا امیدوارم که موفقیت آمیز بوده باشه. دایی هادی، من قسمت قبل خیلی دوست داشتم تا آره من قسمت قبل خیلی دوست داشتم. یه نوین تایم داشتیم واسه کسایی که حالا جدید به ما ملحق شدن. میگم نوین تایم یه حالت یه تایمیه که تو هر برنامه‌ای تقریبا قرار داریم میدیم که چالشیه دیگه. یه چالشیه که حالا مثلا من نابینا میشم و یه سری چالشایی با هادی انجام میدیم. و تو نوین تایم قبلی داری چیکار کردیم؟ میوه خوردیم، میوه های مختلف تست کردیم. 2 نوع میوه داشتیم، میوه هایی که میشناسیم، میوه هایی که نمیشناسیم. بعد قرار شد میوه هایی که میشناسیم و نام ببریم. من همه رو نام بردم. میوه هایی هم که نمیشناسیم و نام ببریم. من همه رو نام بردم. میگو رو این خورد. بله مجازات. حالا میگو بگو دیگه. مجازاتمون میگو بود. آره نه حالا میگو خوشمزه، یه میگوه بودش که واقعا مزه مرگ میداد. بابا من میخوام یه کاری کنم بچه‌هایی که ندیدن برن قسمت قبل رو ببینن. نه خب میرن اینو، بچه‌های خوبی هم. ولی میگوه واقعا الان که بهش فکر می‌کنم اونقدر بدمزه نبود. میخرم خیلی بوی خیلی بوی بدی میداد. یعنی بوش خیلی بیشتر از مزه‌ش. آره بوش واقعا بوش بدتر از مزه‌ش بود. یه کلمه خوبی به کار برده، یه افتر تیست خیلی بدی داشت. آره میخوردی مثلا یه 20 ثانیه بعدش تازه مثلا به با مزهش مواجه میشدی. آقا به من گفتن تو خیلی ملش بلوش میکردی. آره هممون دوتایی اومد. این میکروفونه که گرفتیم یکم قلقش هنوز تازه داره دستمون میاد. بعد خیلی صدای آره صدای ملش بلوشه خیلی بد بود. میگن به من کامنت دادن وسطش من داشتم نگاه میکردم اون پیرزن چروکه رو خوردی. چی بود اسمش؟ چایوتی. چای باری کلا. یه میگو بیارم بخوری به خاطر اینکه اسمشو گفتم. بالا داریم خود پیرزنه رو بیار. پیرزن آره همون. بعد انداختی زمین. انداختی زمین. چه حرکتی بودش؟ نمیتونستم بخورم دیگه چیکار کنم. باشه اون کنار ظرف گذاشته بودم سردارش. خب من تازه بعدش فهمیدم. بعد فهمیدم اومدم استودیو رو ببینم افتاده رو زمین. گفتم این چیه؟ خیلی خوب. نمیدونستیم هم چی. آقا ولی یه اشتباهی کردیم. یه اشتباهی یعنی از چیز من بودش. من داشتم ادیت میکردم یادم رفتش که لیست میوه ها رو بذارم. آره حالا الان برای اینکه هم لیست میوه هایی که خوردیم و یادمون بیاد هم چیا بود بگو چیا بود ببینم. بلدی؟ یادمه. فکر کن با هم فکر کنیم. دراگن فروت بود، یه دونه میوه اژدهای زرد و عادی بود، یه دونه اون چایوتی پیرزن چروکه بود، دیگه جوجوبی بود، دیگه ملون بود هانی پوملو بود. هانی پوملو چیه فارسیش؟ والا نشینه. بالنگه اصلا بالنگ چیه؟ یوزارسیفو دیدی؟ خب دستشون رو میبرن وقتی یوزارسیف بالنگ نبود. پرتقال بود. تورنجه. شاید تو خانواده هم دیگه باشن ولی یه چیز نیست. تقریبا بالنگ همون تقریبا من نمیدونم. بعد دیگه چی داشتیم؟ ملون داشتیم دیگه. وای سری چیزای دیگه حالا خودتون بریم ببینین. آخرش هم پلنتین داشتیم. پلنتین خیلی مهمه. آره خیلی بدمزه بود. ولی ما داشتیم ثامنیل اون قسمت رو میگرفتیم و اون چیزی که داریم میبینین ثامنیل قسمت قبلی واقعا هادی داشت بالا می آورد. یعنی اون ماهیه رو بو کرد انقدر خندیدیم سر ثامنیل. خیلی ثامنیل جالبی شده. جالب که داشتیم میمردی. چون داشتم میمردم جالب بود. یاد سوشی افتادم. سوشی رو یادته؟ قسمت اول تعریف کردم. اصلا داستان من همینه. من همیشه با همین کارا چیز میشدم، با همین کارا میرفتم جلو. حتی با همین کارام فیلم بازی کردم. میدونستی؟ چه کاری؟ با همین حرکاتی که سعی میکردم طبیعی باشه همه کارهایی که میکنم و اصلا همین حرکات باعث شد برم فیلم بازی کنم. فیلم که 20 شری داری فیلم بازی میکنی واسه ما، ولی چه فیلمی؟
تو نمیدونی؟ دیگه خب میدونم، توضیح بده. من خودم میدونم به اون را که توضیح بدی. توضیح میدم. من یه فیلم کار کردم به اسم پسر مریم. خب سال 1376 بود که کارگردانش حمید جبلی بود. نقش دوم بازی کردم، یعنی نقش مکمل. یه نوجوان نابینایی بودم که خب توی یه روستایی کمک اون دوستش میکنه. خیلی به نظرم تا فارغ از این که من توش بازی کردم یا من توش بودم یا حالا هر چیز دیگه ای، فارغ از همه چی فیلم خیلی خوبیه. مخصوصا الان ما که الان خیلی بلد نیستیم با هم دیگه حرف بزنیم، ما که بلد نیستیم چند دقیقه همدیگه تحمل بکنیم وقتی که میخوایم گفتگو بکنیم چون نظرمون عین هم نیست. دیدن اون فیلمه خیلی به نظر من جالبه. حالا فکر می‌کنم من فیلم رو خودم شاید مثلا چند سال پیش وقتی خیلی بچه تر بودم دیدم. خب بعد دقیقا یادم نیستش، دوست دارم یه دفعه دیگه ببینم. حالا لینکش هم پیدا کردم، آره لینکش میذارم اینجا که اگه کسی خواست ببینه فکر کنم بتونیم پیداش کنیم. ولی یادمه مثلا بچه تر که بودم میرفتم تو یوتیوب فیلم رو سرچ میکردم، تیکایی که هادی توش بازی کرده بود میدیدم، گفتم مثلا هادی فیلم هادی چیزش چجوری، با کیا بازی کردی، با کیا آدم مشهور چیز بودی؟ بازیگر مشهور نداشتیم ولی خب کارگردانش حمید جبلی بود. خب تهیه کننده فیلم خانم فرشته طاهرپور بود که خیلی نازنینه. خانم طاهرپور کسیه که بچهای دهه 60 کاراشو میشناسن. گلنار رو کار کرده، دخترش هم خانم غزل شاکریه و خب خود گلنار هم بود. توی شهرزاد یه نقشی رو بازی کرد خانم شاکری و خیلی آدم نازنینیه. توی کرونا فوت کرد. من شخصا خیلی ناراحت شدم. جز انسانایی بود که خیلی کارهای ارزشمند کرده بود برای سینمای کودک نوجوان، حالا مخصوصا دوره ما. و بازیگر مشهوری نداشتیم ولی خب اتفاقی که برای من افتاد این بود که من شدم نامزد بازیگر نقش مکمل مرد توی فیلم فجر، جشنواره فجر سال 77 و خب اونجا کلی آدم مشهور دیدم. خیلی رفتی چیزه پرا من نمیدونستم اینو. تعریف کن. رفتی جشنواره فجر؟ رفتیم جشنواره فجر. آره منم اولین بار من میدونستم فیلم بازی کرده ولی نمیدونستم جشنواره. کیا رو دیدی؟ آدمای مشهوری که اونجا دیدم. مرز گلدارم دیدی؟ گلزار هنوز تازه داشت هدیه تهرانی و فروتن بالا میومدن. یادتون باشه بچه‌ای که حالا یه ذره سینمایی ترن، سال 77 جز اولین سالایی بود که یه ذره فیلم ها داشت به سمت حالا اجتماعی تر شدن میرفت. مثلا خانم هدیه تهرانی بولد شده بود، آقای فروتن بولد شده بود. مثلا یه سری فیلم های مثل قرمز فریدون جیرانی دیده شد. فیلم دوزن خانم نیکی کریمی دیده شد. الان یادم نیست کارگردانش نیکی کریمی بود ولی بازیگرش نیکی کریمی بود. بعد کسایی که من اونجا دیدم خفن‌ترین آدمی که دیدی کی بوده؟ مثلا جمشید هاشمپور. جمشید هاشمپور بود، باهاش دست دادم، مثلا خیلی جالب. بعد من مثلا الان صحبت میکنم بهم گفت ماشاءالله. چرا بعد از اون دیگه فیلم بازی نکردی؟ واسه من سواله. نشد یا اینکه عمل کردت خوب نبوده؟ چی؟ طبعا عمل کردم به هر حال انقدر بوده که تونستم بشم نقش دوم مکمل، ولی میدونید خودم دنبالش نرفتم، هیچ دلیلی هم نداشت. اینم بگم انتخاب من، اینکه حالا چرا انتخاب شده بودم و شاید بد نباشه راجبش حرف بزنم. سواله. منم اینو نمیدونستم چجوری اصلا چی شدش که یهو مثلا بهت پیشنهاد شده همچین داستانی؟ سر فیلم یه تست میگرفتن تو مدرسه، بعد 2 تا بخش داشت. ببخشید میونه که اون موقع مدرسه نابینایان میرفتی؟ مدرسه نابینایان میرفتم. یعنی مثلا اومدن مدرسه نابینایان که مثلا یکی واسه نقش نابینا انتخاب کنن. دقیقاً. اوکی. مثل اینی که داری میگی منو یاد هری پاتر انداخت که دنیل رادکلیف رو انتخاب کردن که میرسیم بهش. حالا بگو. میرسیم باش، حرف میزنیم راجبش. 2 تا بخش داشت که یه بخش اصلی بود. اینا که دارم میگم بعدن خانم طاهرپور به من گفت، یعنی چیزی که الان دارم راجبش صحبت میکنم چیزی که بعدن خودم متوجه شدم. 2 تا بخش داشته بازیگری. یه بخش
غیر اصلی بوده، یعنی فیک بوده، که می اومدن میگفتم تو یه چیزی رو بازی کن و طرف بازی میکرده، و بخش اصلی اون بخشی بوده که طرف فکر نمیکرده داره بازی میکنه. میومدن بهش گفتن تو رد شدی، عکس العملت چیه، مثلا چیکار میخوای بکنی. بعد چیزی که براشون جالب بوده وقتی من گفتم تو رد شدی، پشت شدم رفتم همینجوری، یعنی بدون اینکه یعنی چی همینجوری سر انداختی؟ سرم انداختم خداحافظ شما. آره من رفتم. من کاری با شما من همینجوری. چند سالت بوده اون موقع؟ 76 12 سالم بود. 12 سال جلوی مثلا بازیگرات کیفو انداخته گفته. حقیقتش دنبال این بودم برم فوتبال بازی کنم. یعنی اصلا هدفم همین بودش که زودتر مثلا این انجام شه، برم مثلا انگار که مثلا یادتون میاد تیم ما رو مثلا بازی میکردن، یه تیم بیرون میمون، تیم ما بیرون بود، منتظر بودم سریع برم بازی کنم، برم چیز تو تیمم بازیمو بکنم. خب بعد مثل اینکه عکس العمل من که مثلا برو بابا مثلا برو بابا باز خودتون خوششون اومده بود. آره خیلی طبیعی بوده. گفتن که بیا بازی کن. بعد آقا راجع به یه چیزی میخوام حرف بزنم، خیلی شاید برای خودم جذاب باشه، و اونم اینه که من توی اون فیلم با یه پیرمرد ارمنی آشنا شدم به نام رافیک. بازیگر بود، اونم بازیگر بود. نمیخوام فیلمو همون کیشیشه آره. خیلی این مرد آدم نازنینی بود. خب. یعنی تو واقعیت یه آدمی بود که خیلی حال میداد باهاش بودی. اون موقع من یادمه علی دایی تازه رفته بود بایر مونیخ، یه فوتبالی بود اونجا، یه تلویزیونی بود، ما دوتایی نشستیم با هم نگاه کردیم. فرض کن مثلا من 12 ساله با مثلا یه پیرمرد 67 ساله، نمیدونم الان زنده است، امیدوارم باشه. یکی از آرزوهای بزرگ زندگیمه که انشالله اگه زنده است خدا حفظش کنه. آره دوباره ببینمش. و راجع به اینم بازی خاطره میگم، انقدر این قشنگین فوتبال رو داشتیم با هم نگاه می‌کردیم، منتظر اومدن علی دایی بود. یادتون باشه علی دایی، این که میگم یادتون باشه برای کسایی میگم که مثلا همسن و سالای منم فوتبال رو دنبال می‌کردن اون موقع، مثلا علی دایی وقتی تو بایر مونیخ رفته بود مثلا دقیقه 75 80 می آوردنش تو. این پیرمرد 80 دقیقه منتظر بود مثلا علی دایی بیاد تو زمین. بعد انقدر رابطه من و این رافیک خوب شده بود، ما یه صحنه آخر میخواستیم تو این فیلم بگیریم و بعدن این اضافه شد، مثلا که تو فیلم نبود، بعدن این صحنه اضافه شد و اصلا یه جای دیگه گرفتن اون صحنه رو. خب اومدن به من گفتن آقا ما میخوایم این صحنه رو بگیریم، داستان اینه که رافیک مرده و قراره که به خاطر اینکه رافیک مرده یه صحنه اضافه کنیم که مثلا کیشیش تو این فیلمه میمیره. و من طوری گریه کرده بودم با همون سن حالا کمم، طوری من گریه کردم به خاطر مردن رافیک که اصلا اون صحنه ماندگاری شد، چه من چه اون حالا بازیگری که داشتم مقابلش بازی میکردم که نقش اول بود توی اون فیلم. و خیلی دوست دارم راجبش حرف نزنم، فیلم دیده بشه، نه از این جهت باز میگم که من توش بودم، از این جهت که موضوع فیلم خیلی موضوع به نظر من همچنان و هنوز موضوع نو و در این حال کاربردیه. یعنی اون ریاکشنی هم که تو مثلا به مرگ اون کیشیش هم داشتی یه جورایی میشه گفت یه ریاکشن طبیعی هم بوده، چون طبیعی. یه کانکشن خارج از فیلم با خیلی داشتی. خیلی کانکشن قشنگی باهاش داشتم و یه جورایی انگار مثلا داشتید فکر می‌کردی که نکنه واقعا. نه دیگه بهم گفته بودن نکنه نداشت دیگه. نه تو واقعیت دیگه همون بهم گفته بودن، اصلا تو واقعیت بهم گفته بودن که این مرده، چون این مرده داریم این صحنه رو میگیریم که مثلا واقعیت بهت گفته بودن مرده، تو واقعیت بهم گفته بودن واقعیت مرده، دروغ گفته بودن. چه آدمای یزیدی بودن. یعنی چی؟ دروغ گفته بودن، یعنی دروغ گفتن که مثلا این پیرمرده واقعا مرده، بعد ما داریم مثلا صحنه مرگشون چی داریم فیلم بازی میکنیم، داریم این صحنه رو مثلا کاماموره میخوایم بیاریمش تو فیلم. آره. واقعا نمرده. نه واقعا نمرده بود. چقدر خیلی کار البته خب چیز دیگه، ریاکشن چیزی رو بگیرن. آره. خب بچه مثلا 12 13 ساله. یه چیز دیگه هم بگم راجع به اون فیلم و اونم اینه که من 1.5 ماه با حمید جبلی زندگی کردم و این مرد خیلی آدم نازنینیه، یا آدم ساده، خاکی، مهربون، فهمیده
و در عین حال کار بلد. یعنی اینکه شما بتونی از یه بچه‌ای که هیچ تجربه‌ای نداره یه بازی بگیری که بشه نقش دوم مکمل مرد، به نظر من کار خیلی مهمیه. خب همه چی هم به نظر من به تجربه نیست، همین که حس میکنم که خب تو یه استعدادی داشتی توی این زمینه که اینا هم قطعا آدمایی هن که بالاخره حرفه‌ای هن دیگه. آره. و وقتی اومدن تو رو دیدن و این استعداد رو تو دیدن دیگه. آره. واسه همین اینجوری نیستش که بی تجربگی صرفا واسه این باشه که مثلا اوکی من بی تجربه بودم و این از من کار کشید. درسته قطعا خیلی آقای جبلی از تو میدونی حرفه‌ای کارو در آورده، ولی خب تو هم قطعا استعدادی داشتی دیگه و حیف واقعا. بکن هادی میشد چیز گلزار شماره 2. گلزار نابینا. چمنزار. ولی اصولا فیلم سینمای دنیای باحالیه. کلا فیلم دیدن تو سینما، من خودم خیلی فیلم دیدم. حالا فیلم مورد علاقت چیه؟ اینو بگو واسه بچه‌ها شاید جالب باشه بهشون. خیلیه. مثلا یه فیلم بهت بگم، چون من میدونم مثلا فیلم مورد علاقه‌مو بهم بگم، مثلا فیلم مورد علاقه، یه فیلم که تا ابدیت فقط اون یه دونه رو میتونی ببینی. فیلم؟ آره بگو تا من بعدش بگم. فیلم تو بگو بعد. نه بگو چون من هم دارم بگم. من یه چیز داخل تو ذهنم اومد بعد دیدم نه واقعا اونو تا ابد نمیتونم ببینم، 1-2 بار مکس. سخته. هری پاتر هم میتونی بگی یا اگه ببین هری پاتر آخه برام فیلم که بیشتر کتابه. خب آها. هری پاتر قطعاً بهترین کتابیه که خوندم. قطعاً بهترین کتابیه. حتی فیلماش هم دوست نداشتی یا؟ ببین فیلماشو خیلی دوست دارم ولی کتابه به نظر من، میدونی اصولاً وقتی شما کتاب یه چیزی رو میخونی یه سری جزئیاتی داره که شما نمیتونی تو فیلم بگنجونیش. اصلا این سریال هری پاتر که دارن میسازن الان واسه همینه دیگه، چون میخوان سعی کنن که یه سری جزئیات هری پاتر رو که نتونستن توی فیلم جا بدن تو سریال بسازن. من واقعا امیدوارم سریال خوبی باشه. خیلی خودم منتظرم ببینم چه اتفاقی واسش میفته. پیگیری میکنم، دنبال میکنم که کی داره بازی میکنه. خب به نظر من خیلی کار سختی دارن، ولی به نظر من هر کاری بکنن اون شاهکاره نمیشه. یعنی اون فیلم قطعا واسه شما کتابش خیلی پر اثرتر بوده، اثر بخشتر بوده، پر اثر بخشتر بوده تا مثلا فیلماش اثر گذارتر. جفتمون یه فعلی رو صرف کردیم. خیلی به نظرم خفن تر بوده، همونجوری که میگی جزئیات بیشتری داشته، ولی فیلماش واقعا شاهکار بود. من خودم اصلا یه کار خوبی هم که کردن تازگی. ببخشید میونه حرفت، ما اصلا راجع به این حرف نزدیم. اون پشت میبینی نمیدونم مشخصه اینجا یا نه، اینا پاپ فیگرهای هری پاترن همشون. دایی حتی شما هم فکر نکنم بدونی اینو. نه. تو دکورمون از اینور دریکو مالفوی، رون ویزلی، هری پاتر، هرماینی، لونا بود دیگه، لونا لافگود، اون نویل، اون بالا هاگرید، سنیپ، پروفسور مگانگل، آقای دامبلدور، سیریوس بلک، اون دختر عموی سیریوس بلک کی بود؟ بلاتریکس لسترنج. اونم اون پشتم یه مرگخواره اینجوری وایساده. بعد اینجا هم هادی اون پوستر رو گذاشتیم، پوستر که نتیجه حالت چی میگم قاب عکس همون که گرفتیمش چوبی بودش مال هری پاتر، اونم اینجا گذاشتیم. آره پاتر فروشی گرفتیم و آره دیگه پاتر فروشی هم بگیم. حالا این بگو. رفته بودیم با هم دیگه یه مغازه، تاها اومد به من بگه که اینجا مغازه گیفت شاپ هری پاتره. یهو من بگم پاتر فروش. آره خلاصه که دیگه فکر کنم تا الان همه فهمیده باشن، ولی آقا هادی
دیوونه هری پاتره. آره من هم چیز من واقعا هری پاتر دوست دارم، ولی رو دست هادی تو عمرم تا حالا ندیدم. یعنی هر چی رو بپرسی هر بردمش یه مغازه اینجا هستش والا هری پاتره، بس صاحب مغازه دیوونه هری پاتر بود، انداختمش به جون هادی. هادی چیزایی میگفت، یارو گفت برو تو خیلی از من چیز داری. آره خب هری پاتر واقعا کتاب دوست داشتنی. چیشو خیلی دوست داری هادی؟ یعنی مثلا چیش واسه خیلی سمبولیکه و باعث میشه که تو اینقدر باش ارتباط برقرار کنی؟ انسجامش، کوهیژنش، یعنی اینکه شما یک کتاب میخونی از کتاب یکش تا کتاب هفتش یه سری وقایع خطی توی یه زمان مشخص، انگار مثلا هر کدومش توی یه سال داره اتفاق میفته و کمترین باگ داستانی رو داره. باگ داره ها، نمیگم باگ نداره، ولی خیلی باورپذیره. یعنی داستان یه طوری جلو میره، داستان یه طوری حرکت میکنه که شما رو کاملا محو خودش میکنه، جذب خودش میکنه و پیام داره پیام‌های خیلی جذابی داره. یعنی یه پیام دارم ولی نه جدی یه پیامش رو بخوای بگی، یه پیام دارم واسه دامبلدور. اتفاقا میخوام از دامبلدور بگم. خب یه چالش بدم. هر کی گفت مال کدوم کتابه این که میخوام بگم، میگه که اون چیزی که شخصیت ما رو میسازه توانایی‌های ما نیست، انتخابای ماه. کامنت بزنین مال کدوم کتابه. اصلا کار سختی هم نیست، یه ذره هری پاتر خونده باشین یا بشناسین، اصلا کار سختی نیست. اصلا کلی پاتر هد داریم توی چنلمون. آره. که واقعا هری پاتر من راستش بخوام من کتابش رو یه دونه‌ش رو خوندم، اولیش رو خوندم. این تو فیلم هم هست. آخرشه که هری پاتر چیز شده؟ چی شده؟ بعد تریپ شده رفته اون دنیا؟ نه. خب نمیدونم. نه. میگم دیگه آقا هادی دیالوگاش هم حفظه. آره خیلی 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 به نظر من جا و بهش فکر کنیم. یعنی اصولاً فارغ از این که این تو کتاب هری پاتر هست یا نیست، به این جمله فکر کنیم، اینکه شخصیت ما رو تواناییامون نمیسازه، اینکه چه انتخابایی میکنیم میسازه. و به نظر من این خیلی مهمه. یعنی یک کم اگه بهش فکر بکنیم خیلی جالبه. حالا بیشتر راجع به هری پاتر خیلی اپیزود قرار داشته باشیم، چون که یه داستانیه که دوتایمون خیلی دوست داریم و شما باید دوست داشته باشید. پرسی جکسون هم بخون تاها. پرسی جکسون اسمیه که روزی 30 بار از هادی میشنوم و بعد واقعا یه چیزی تو مایه های هری پاتر یه مدل دیگه است. یه چیزی راجع به هری پاتر خیلی دوست دارم که راجع به پرسی جکسون هم هست و قطعاً ادبیات خودمونم جای کار داره و اونم اینه که از حالا داشته های ادبیات لاتین و ادبیات حالا کلاسیک اروپایی و هر چیز دیگه بهترین استفاده ها شده برای اینکه خلاقیت به خرج بدن. مثلا اگه یادتون باشه توی قسمت 3 هری پاتر ما یه چی میگیم فیگری داریم، دنبال کلمه خوب میگشتم، به اسم بوگارت که شکلش عوض میشه. خانم اسلامیه مترجم هری پاتر اینو به لولو خورخوره ترجمه کرده و بسیار ترجمه خوبیه به نظرم. و خب واسه بچه‌ای که حالا ندیدن بگیم بوگارت یه حالت موجود که نمیشه گفت، چون که جسم نداره، اصلا شکل نداره. یک چیزیه که وقتی شما باهاش مواجه میشی تبدیل میشه به چیزی که خیلی شما ازش میترسی. مثلا اگه از مثل رون ویزلی از عنکبوت خیلی بترسی تبدیل میشه به عنکبوت. مثلا واسه هادی تبدیل میشه گاو. هادی خیلی از گاو میترسه. آره من از گاو خیلی. هادی داستانشو واسه بچه‌ها بگو که چرا از گاو میترسی. اولین باری که مواجه شدم چون خیلی جالبه، ببخشید میونه حرفت، چون ببین یه سری ترسا هستش، مثلا شما نگاه میکنی به یه چیزی و میترسی از اون داستان. خیلی موقع هم هستش که مثلا جن و اینا چرا انقدر ترسناکه، به خاطر اینکه نمیدونی چیه دیگه. خب و آدم از چیزی که ندونه میترسه و اینم دقیقا همینه.
این داستان گاو شما؟ ندونستنیه که توأم با اتفاقا یه صدای خیلی بلند. ببین شما وقتی با یک مجهولی مواجه میشی، طرف حالا اون چیز برات مجهوله، ولی وقتی اون مجهوله یهو مثلا یه صدای بلندی هم برات تولید میکنه و تو تنها ارتباطی که با اون برقرار میکنی اون صدای بلند است، خب این برات خیلی چیز وحشتناکی میشه. من اولین مواجهه‌ام با گاو اینجوری بوده که یه گاوی کنارم قرار گرفته، قبل از اینکه مثلا دستم به تنش بخوره به بدنش بخوره این صدای خیلی بلندی از خودش در آورده و اون صدای هنوز تو ذهنمه. هادی واقعا ولی میترسی از گاو؟ یعنی مثلا اینجوریه که واقعا نه جدی؟ آره. آخه مثلا بعضی موقع از یه سری چیزا میگی میترسی، بعد که باش مواجه میشی واقعا مثلا از سگ و اینا مثلا میگفت مثلا میترسم و اینا، بعد راحت با سگ اوکی شدی. گاو واقعا مثلا ببین تلاش هم کردم با گاو. آره نشده. آقا این ویدیو 100,000 تا لایک بگیره دیگه 100,000 تا چیزی گفتم که دیگه نگیره. آره 100,000 تا لایک بگیره هادیو میبریم یه جا با گاو مواجهش. چرا من الان توی عمل انجام شده الان من بخواهش بخوام بگم لایک کنید وقت باید راست بگم یا باید دروغ بگم؟ دیگه بگین لایک کنید دیگه، خودت میدونی دیگه. یاد موفقیت رو میخواد آدم باید ببین چینج چیز داره دیگه، درد داره. تو بخوای تغییر کنی پیشرفت کنی باید درد بکشی. آقا اصلا لایک بزنید من برم تغییر کنم. 100,000 تا لایک. تو بوگارتت چیه؟ بوگارت من ببین من واقعا چیزی نمیترسم جدی، نه اینکه مثلا فاز چیز بخوام بیارم اما واقعا نمیترسم. نه اینکه مثلا شاید تاریکی میدونی جنگل تاریک خیلی واسم. بله تجربهش کردیم. خب یادته شما رفته بودید تو اون جنگله با مهدیار؟ بابا اون موقع که من 7 سالم بود، الان دارم میگم. در حالی که مثلا من کمپ و اینا که تو سفرم میکردم خیلی شبا تو مثلا طبیعت و اینا تنها خوابیدم و واسه همون میگم خیلی خوف داره. خیلی اینکه تو مثلا تنها توی دل طبیعت، بعد شب قشنگ صدای رد پا و مثلا حیوونه و اینا میومد. صدای رد پا چه شکلیه؟ نه منظورم اینه که صدای پا. خب مثلا پا نه اینکه حالا مثلا بگیم چه میدونم موجودای چیز تو جنگل هستن، توهمش تو ذهنت بود به هر حال. نه واقعا مثلا این سنجاب رد میشد تو داشتی میخوابی یهو فر میخوردی. خب بعد تنها توی همچین حالتی چیزم هست اتفاقا مثلا اکوی بیشتری هم پیدا میکنه. آره بعد اون سکوت و تنهایی خیلی ترسناک ترش میکنه. ولی خب میدونی شب اول مخصوصا خیلی میترسیدم این داستان دیگه. شبای بعدیش مخصوصا تو بنف که بودم و خیس بودم تنها چیزی ازش نمیترسیدم این داستانا بود. بنفو بگو کجاست؟ بنف گفتم حالا یه پادکست با کوروش و ایمان توی کومان راجبش صحبت کردیم. الان بخوام دوباره بحث بنفو باز کنم مختصر و مفید تو بنف یه شهریه بین کوههای راکی و ما با موتور که داشتیم میرفتیم اونجا کمپ کردیم. بارون اومد خیس شدیم، غذا نداشتیم، با دستمال کاغذی آتیش روشن کردیم و خیلی داستانه دیگه. ولی اونجا هم میدونی تنها بود. ولی خب اونجا خوبیشی بودش که توی کمپ گراوند بود، ماشینای آدمای دیگه هم بودن دور و برم، کم خوفش کمتر بود. واسه همین بوگارت من احتمال خیلی زیاد تاریکیه. بچه‌ها شما بگین تو کامنت. آره بوگارت شما چیه؟ بوگارت شما چیه؟ یه 3-4 تا کانال هستش توی یوتیوب تا ها نمیدونم دیدیشون یا نه، کلا درباره هری پاتره و چیزایی که به هری پاتر مربوط میشه. یکیشون هست به نام مووی فلیم که مال یه آدمیه به نام مورگان راس که اصلا یه ویدیو ساخته که اگر ما شخصیت‌های هری پاتر که نمیشناسیمشون شخصیت‌های هری پاتر که میشناسیمشون و نمیدونیم که بوگارتشون چیه، فکر بکنیم تو ذهنمون که بوگارت اینا چیه بوگارتاشون. خیلی خیلی ویدیوی جالبه. مغزم رگ به رگ شد. مثلا آقا چه میدونم، ما میدونیم که هری بوگارتش مثلا دیمنتورا میتونن باشن، دیوانه سازا میتونن باشن، رون
بوگارتش مثلا عنکبوت میتونه باشه، ولی مثلا چه میدونم بوگارت سنیپ چی میتونه باشه که نیومده تو کتاب. بوگارت جدی یا بوگارت سنیپ چیه؟ من میگم جیمز پاتر. من میگم جیمز پاتر بابای هری پاتر آره بوده میدونم. که قرار بوده چی میگن دوست دختر سیریوس اسنیپ و سیوروس اسنیپ و پیچیده رفته. آره نه به نظر من بازم ولدمورته. ولدمورت؟ آره بازم ولدمورت. بوگارت ولدمورت کیه؟ مرگه به نظر. مرگ؟ او راست میگه. آره دیگه چون راست میگه، چون که تنها چیزی که واقعا داشت خودشو میکشت که نگه داره هورکراکس ها و اینا رو چیز کنه مرگش بود دیگه. به نظر من بوگارت ولدمورت خود مرگه. آره یا مثلا میگفت که بوگارت مثلا بوگارت فرد و جورج خیلی میتونه سخت باشه. اونا آره اون کله خر بوده. آره جدی اونا نکنم. حالا عادی این سوال تو ذهن من بودش، قطعا تو ذهن برای بچه تو خونم هستش. آقا نابیناها خردسالان افتادن برای بچه تو خونه. ما بچه که بودیم برنامه خردسالان میذاشتن، میگفتن خب بچه های استودیو یه سری بچه رو میآوردن تو استودیو، اونا میگفتن حالتون چطوره؟ گفتن خوبیم. بعد مثلا ما تو خونه بودیم میگفتن بچه های تو خونه حالتون چطوره؟ بعد تو خیابون خونه داد میزدم خوبیم. آره حالا نابیناها داری چجوری فیلم میبینن و وقتی که فیلم میبینین چه حستون چقدر با آدمایی که واقعا فیلمو به صورت بصری میبینن فرق داره؟ فرقی قطعا داره، چون اون چیزی که شما تجربه میکنید، مثلا فرض کن جلوه های ویژه، خب وقتی جلوه ویژه‌ای وجود داره و تو نمیبینیش یه چیزی رو به هر حال از دست میدی. خب پس چیزی که دارم میگم این مقدمش خیلی مهمه که شما یه چیزی رو داری از دست میدی، یه چیزی رو نداری. خب این خیلی مهمه. اما تو دنیا داره یه سری اتفاقا میفته که خیلی خیلی اتفاقای خوبیه و بهش میگن که توضیح دار کردن فیلم ها یا دادن دیسکریپتیو یا دیسکریپشن به فیلم ها. چجوری توضیح دار؟ فکر می‌کنم قبل از اینکه توضیح بدم ما یه اشاره کوچیکی هم تو قسمت اول چشم‌پوشی به توضیح دار کردن انجام دادیم. ببین یه نویسنده‌ای میاد فیلمو میبینه و اصلا کارش اینه و شروع میکنه یه سری صحنه هایی که اینا بصری هن یه سری متن مینویسه و میذاره توی فیلم و یه گوینده اونا رو میگه. مثلا میگه که فرض کن نفر اول از خانه بیرون آمد، نفر دوم درب خانه را بست. بعد حالا شما مثلا دیالوگو میشنوی، دو نفر با هم روبرو شده. این کار به نظر من بسیار بسیار جدیه، مخصوصا اگه شما قرار باشه که تخصصی بهش نگاه بکنی و خوشبختانه توی ایران داره کار میشه. یعنی یه جورایی اون مثلا فیلم و چیزی که مثلا داری میبینی و واسه توضیح میده دیگه. واسه توضیح میده آره. آها. و که توی کپشن ها هم ولی همچین چیزی هست، درسته؟ مثلا کپشن داری میخونی، مثلا یه سری فیلم ها من دقت کردم مثلا داره مینویسه که اون آدم چی گفته، بعد مثلا میزنه که آره دور در بسته میشه اون خارج میشه اگه کپشن هم باشه آره، ولی خب داره صوتی ارائه میشه. اتفاقی که اینجا میفته و من خودم هنوز تستش نکردم، باید برم تستش بکنم، اینه که یه سری سینما ها هستن که اصلا یه سیستم دیسکریپشن دارن برای نابیناها که شما وقتی به عنوان نابینا میری اونجا یه هدفون میتونی داشته باشی، یه صندلی مخصوص داری که همزمان با اینکه این فیلمو داری میبینی اون دیسکریپشن هم میشنوی. چقدر خفن. آره من هنوز تستش نکردم حقیقتش و قطعا تستش میکنم و یه روز راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم. آمارش در بیارون کجا؟ چیزه تو همه سینماها یا فقط همه سینما هست یا نه؟ باید برم نگاه کنم. سرچ کنیم ببینیم. آره میریم با هم نگاه میکنیم. توی ایران اتفاقی که الان داره میفته اینه که خیلی از سریالا، خیلی از فیلم‌ها، مخصوصا فیلم‌های جدید که داره میاد، فیلم‌های تازه
یه سری افراد دارن روش زحمت میکشن، این کارو میکنن و خوشبختانه در اختیار بچهای نابینا داره قرار میگیره، ارگانهای مختلف، نهادهای نابینایی مختلف و واقعا اتفاق خوبیه که به نظر من داره میفته، جدی هم هست و خیلی لازم بود. مثلا من یکی از حسرتایی که همیشه داشتم، شاید برات جالب باشه، این کارتونا رو دیدید فقط موزیکه، مثل تام و جری، مثل پتومت. آره همیشه برام سوال این چیه؟ پلنگ صورتی. مثلا دیوونه میمونن، مثلا این داره آهنگ میزنه، نشستن میخ شدن توش دارن نگاه میکنن. راست میگی. خب اونا توضیح دارش اومده؟ داره میاد. یه سری از مثلا پتومت دیدم که اومده، پلنگ صورتی دیدم که اومده، تام و جری اومده، الان پلنگ صورتی رو شک کردم. ولی آره یه سری از نهادهایی که خصوصی هم هستن، خصوصی یعنی مثلا فاند دولتی هم ندارن یا حالا هر جای دیگه که مثلا مؤسسینش هم خود نابینا هستن و به همین دلیل هم هستش که دارن بهتر و خوبتر کار میکنن، چون قشنگ میدونن که باید چیکار بکنن. الان دارن فیلم ها رو توضیح دار میکنن و اگه یکی سرچ بکنه فیلم توضیح دار توی گوگل شاید راحت بتونه یه عالمه سورس منبع، چی میگیم؟ منبع دیگه. یه عالمه فیلم پیدا بکنه. یه عالمه فیلم پیدا بکنه. آره توی گوگل با یه سرچ ساده داره. خیلی خفنه این داستان. به نظر من خفنه. آره دیگه، به خاطر اینکه اون فرهنگ سازیه داره شکل میگیره که بالاخره لازمه واقعا. آره. و این توی چیزای دیگه هم باید انجام بشه، توی خیلی جا داره ها، خیابونا، توی فلان بیسار باید فرهنگ سازیای قطعاً و ماها باید بیشتر یاد بگیریم. ببین ماها دنبالش هستیم، ماها میگم ماها یعنی ما نابیناها، خب واقعاً دنبالش هستیم که به یه شکلی، به یه نحوی، به یه طوری، نمیدونم چطوری، بریم به سمت اون دیدن فیلم تو سینما. ببین دنیا کلا داره به یه سمتی حرکت میکنه که وسایل نابینایی کمتر بشه. یعنی چی؟ یعنی بره به سمتی که همه بتونن از یه فضا، از یه جا استفاده کنن. تاها خیلی با من سینما اومده، من خیلی سینما رفتن دوست دارم. من نصف سینما و فیلمایی که دیدم کلا با هادی بود. آره مثلا وقتی که میرفتیم درس بخونیم یادته. ما قسمت پیش یه فلش بکی زدیم. آره یه فلش بکی بهش زدیم. کتاب میرفتیم و دایی هادی میومد به ما ادبیات یاد بده، ولی یهو مثلا میرفتیم من سالواتور نیستم و میدیدیم. ادبیات هم درس میدادی؟ نهنگ انبه. آره ادبیات هم درس. آره انصافا مثلا 5 دقیقه ادبیات کار میکردیم. خداییش تو همون 5 دقیقه یه جوری به درس نمیدادم نمراتو بگیری؟ چرا؟ خداییش. و بعدن میگم که تو چرا. خوب درس میدادی، من خوب یاد نمیگرفتم. بعدن میگم که به نظرم چرا یه وقتی اگه شد، اگه حالا چی میگیم، اگه بچه‌ها دوست داشتن یه وقتی میتونیم راجع به اینم صحبت کنیم که چرا ما خیلی به سمت ادبیات نمیریم یا ادبیات یاد نمیگیریم، یا مشکل کجاست، معلمان، مدرسه‌هان، کتابان، یا حالا هر چی. بعدا میتونیم راجع به حرف بزنیم. ولی پرانتزو ببندم، خیلی امروز حاشیه رفتیم ولی اب نداره. نابیناها واقعا دوست دارن که بتونن از سینما اونطوری که هست، نه اونطوری که یه حالت دکوری باشه استفاده کنن. یعنی واقعا بتونن برن تو سینما و فیلم ببینن تو هر مجموعه ای، تو هر چیزی. یعنی اینکه شما مثلا کل مین گل به نظر من نابینا اینه که مثل یک آدم نرمال باش برخورد بشه. هدف اصلی. آره. خب بعد پوزش میطلبم. و همین دیگه. مثلا خیلی جاها توی ایران من یادمه یک دفعه، حالا الان هادی احتمالاً اصلاش خورد سر این داستان، ولی سر پارک آبی هادی یه داستانایی داشتش، نذاشتن هادی بره تو و خیلی ناراحت کننده بودش. و خیلی جاهای دیگه، چون واقعا حالا آدم هم حق میده، هم به اونا حق میده، هم به کسی که میخواد بره اونجا حق میده، به خاطر اینکه زیرساختش فراهم نیستش دیگه، اون فرهنگ سازی نیستش و اگه اتفاقی هم بیفته پای دو طرف گیره.
ولی خب وقتی اون فرهنگ سازی انجام بشه مثل اینجا، حالا اینجا این خوبی رو داره انصافا که یک کم فرهنگ سازی بیشتره و اگه این اتفاق بتونه تو ایران بیفته عالی میشه. ببین من دوست دارم اینجوری بهش نگاه کنم که ما این فرصت رو داریم که کمک کنیم این فرهنگ سازی اتفاق بیفته. اینکه اینجا هست و اونجا نیست، میدونید خیلی همیشه من اینو گفتم، وقتی که اینجا هست پشتش قشنگ 100 سال 200 سال تلاشه، پشتش همون چیزاییه که مثلا ایران هم بوده اینجا هم بوده قطعا، همین ناکامیا. ولی مسئله اینه که یه عده واقعا پاش نشستن، کار کردن، زحمت کشیدن و الان رسیده به اینجا. ببین حالا شاید 100 سال 200 سال هم نباشه یه فرهنگ سازی. ببین اول اینکه هر فرهنگ سازی به نظر من از چی شروع میشه؟ از نیاز شروع میشه. از نیاز شروع میشه. اینکه آقا یه جامعه‌ای فکر کنه که ما نیاز داریم که مثلا اون جامعه نابینایی رو گاید کنیم به سمتی. ببین از درک به نظرم شروع میشه قبل از نیاز. یعنی چی؟ یعنی تو این درک رو داشته باشی که اگر نابینا، ناشنوا، هر کسی، هر معلولیتی یه نیازی داره که اون نیازه میشه یه جوری برآوردش کرد، تو نباید صورت مسئله رو پاک بکنی. این درکه به نظر من خیلی مهمه. یعنی اگه تو این درکه رو داشته باشی قبل از اینکه صورت مسئله رو پاک بکنی یه کاری بکنی که اون هم بتونه مثلا توی نوعی از هر چیزی استفاده بکنه، اتفاقی که میفته اینه که تو حداقل سوال میکنی، میگه آقا من بلد نیستم ولی مثلا من میتونم برم از 4 تا نابینا بپرسم، مرکزهای نابینایی وجود داره، بهزیستی وجود داره، من برم از بهزیستی سوال کنم که آقای بهزیستی من به عنوان یه مثلا ارگان، به عنوان یه مرکز تفریحی، به عنوان یه ایکس، به عنوان یه هر چیزی میخوام به دیگرانم کمک بکنم. خب چیکار باید بکنم؟ باز اون برمیگرده به اون زیرساخته دوباره دیگه. یعنی خیلی از این همین ارگانا بیشتر دنبال سودن دیگه. قبل از نیاز میگم به درکه بستگی داره. اینکه آدم ببین نه درست میگی، آدما رو من حرفم همیشه این بوده، من نابینا یه خرج اضافه نباشم برای اون پارک آبیه، در حالی که اگر من رفتم بیرون اون کمدو بتونه بده به یه آدمی که اون هزینه رو براش نداره. متوجه منظورم هستی؟ بله. این خیلی مهمه به نظر من، چون اون یه کمد داره میگه خب ببخشید من چرا باید هزینه بکنم؟ آره سختی بیجا و اضافه داشته باشم، در حالی که میتونم اون کمدو بفروشم به یه آدمی که میاد هیچ هزینه و زحمتی هم برای من نداره. باز میگم دیگه اون برمیگرده به همون زیرساخته. اگه اون زیرساخته فراهم باشه به نظر من، ولی خب طول میکشه دیگه. طول میکشه و قبل از اینکه بگم طول میکشه میخوام بگم که وقتی برمیگردم به مثلا 10 سال پیش نگاه میکنم، به 5 سال پیش نگاه میکنم، خیلی اتفاقای بهتری افتاده و این خیلی اتفاقای بهتر به واسطه حضور خود نابیناها بوده تو فضاهای مختلف اجتماعی و جامعه. چیزی که به نظر من خیلی مهمه و همه باید کمک بکنیم بهش اینی که نابینا حس امنیت حضور اجتماعی تو هر فضایی رو داشته باشه. ببندم همینجا چون این خودش خیلی جای حرف داره. ما الان یه عالمه طیف مخاطب داریم توی صفمون و میخوام حتما راجع به این چیزی که الان گفتم یه حداقل یه پادکست برم که شما به عنوان مخاطب مثلا اگر توی یه شهر کوچیک زندگی میکنی، توی یه شهر بزرگ زندگی میکنی، توی روستا زندگی میکنی، چه کمکی واقعا میتونی بکنی؟ خیلی موقع‌ها کمک نکردن به نظر من خودش کمکه. آره ولی یه وقتی هست اگه یه آگاهی داشته باشیم، اگه یه دانشی داشته باشیم، اگه یه وقتی هست اصلا نه ما داریم توی یه مخاطبی داریم که مثلا آقا تو فامیلش نابینا داره، بله. خب و واقعا دوست داره که بهش کمک بکنه، واقعا چیکار باید بکنه؟ یه وقتی حتما من دوست دارم، من یکی از به نظرم دلایلی که اصلا چشم‌پوشی رو انداختیم اینه که راجع به اینجور چیزا با هم حرف بزنیم، چون
خیلی به نظرم کمک کننده است، فارغ از این که دوره هم میخوایم خوش بگذرونیم و بگیم و بخندیم و که قطعا این کارا رو هم میکنیم و حرف بزنیم و تجربه هامون رو به همدیگه منتقل بکنیم، بشنویم از همدیگه و به همدیگه یه سری سرنخ بدیم، بگیم اگه مثلا این کارا رو بکنیم من میتونه خیلی کمک کننده باشه، خیلی جالب باشه. 100% همینه. منظورم از حرفی که زدم این بودش که خیلی موقع مثل همون داستانی که اون بنده خدا اومد کمکت کنه انداخته تو جوب که شاهکار. آره. خیلی موقع مثلا یه فردی که حالا نابیناه میدونه داره چیکار میکنه واقعا، یعنی مثلا مسیرشو میدونه فلان بیسار، همون جوری که اپیزود قبلی گفتین خیلی باید بریم بپرسیم مثلا آقا کمک میخوای فلان بیسار، اگه نه به تعریف کن خودتون خاطره رو. آره بذار اونو بهتون بگم. آقا من 4م ابتدایی بودم، بنده خدایی اومد گیر داد بذار من ردت کنم از خیابون، یه خانومی هم بود. بعد بچهای نابینا میدونن اون موقع ها برنامه هستش، یه دستگاه های تایپ بریلی ما داشتیم که خیلی سنگین بود، دیدی تا تو اونو؟ بله خیلی سنگین. فرض کن من یک کیف دستم بود، اونم دستم بود، نه یک کیف پشتم بود، اونم دستم بود، اسمم دستم بود. داشتم رد میشدم، خانمه اومد گفت آقا بذار کمکت کنم رد شی. آقا بذار کمکت کنم رد شی، من داشتم رد میشدم، نه اینکه آقا خیلی متشکرم صبر کن من خودم میام. و در همین لحظه محیرالعقول بنده ته جوب بودم. چرا؟ چون جوبه یه پل داشت، پله خانم رفته بود روش وایساده بود و من بغل ایشون بودم دم جوب. حالا شاهکار داستان اینم نیست، شاهکار داستان اینه که وایساده بود بالای جوب داد میزد بیاد به این کمک کنید، من نامحرمم نمیتونم به این دست بزنم. خلاصه اولین اتفاقی که افتاد این بودش که من مجبور شدم، حتی اون موقع قضیه که دارم میگم مثلا 4م ابتدایی، یعنی مثلا من سال شاید 4م ابتدایی نامحرم بودی بهش دیگه، از اون بپرس. احتمالا میدونیم چه طیفه. نتیجهش این بود که برای من نتیجهش این بود که اون موقع مجبور شدم برای تعمیر دستگاه تایپ بریلم 30,000 تومان پول بدم. نتیجهش برای من این بود. میگن مرا به خیرت امید نیست شر مرسان. داستان دقیقا همینه. بپرسیم قبل از هر اقدامی، این خیلی یک کلیده، به نظر من واقعا یک کلیده. هر وقت میخوایم به نابینا کمک بکنیم قبل از هر اقدامی از زبونمون استفاده کنیم. آقا جمله کلیدی از دایی هادی، قبل از هر اقدامی از زبونمون استفاده کنیم. خب آقا ما حقیقتش رو بخوایم داشتیم با هادی حرف میزدیم که توی این اپیزود چیکار کنیم، نبین تایم داشته باشیم نداشته باشیم، و الان واقعا به کمک شما نیاز داریم. ما الان در دوره آزمون خطاها هستیم و داریم سعی میکنیم هر اپیزود یه چیزی رو بهتر بکنیم. حالا داریم سعی میکنیم حالا مدت زمان اپیزودا رو بیشتر بکنیم کمتر بکنیم تا ببینیم دقیقاً کدومش رو شماها میپسندین، واسه همین به اون کمک کنین که نبین تایم رو دوست دارین بمونه یا هر اپیزود باشه یا اپیزودهای زوجمون فقط نبین تایم داشته باشه. اینا رو همه رو بگین و سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. و شعر آخر از دایی هادی یه با کلامی فاخر ما رو روانه خانه کن. مثلا با حرکتی که انجام دادم قبل از کلام فاخر الان خیلی هم کلام فاخر میتونم بگم. و یه شعر میخوام بخونم از ناصر خسرو، خودم خیلی دوستش دارم، هیچ ربطی هم به داستانایی که گفتیم نداره ولی شعر مورد علاقمه. میگه که با خاطر منور روشن‌تر از قمر، یعنی حالا که من یه خاطری دارم که حتی از ماه هم روشن‌تره، ناید به کار هیچ مقر قمر مرا، حتی اون بالاهایی که ماه هست اونجا هم به کار من نمیاد. من به اصطلاح شعر مورد علاقه‌مو خوندم براتون، شاید بهم بگن اگر توی ادبیات
چه بیتی رو از همه بیشتر دوست داری؟ این بیته. مال کی؟ ناصر خسرو. ناصر خسرو. ایوه. با خاطر منور روشن‌تر از قمر، ناید به کار هیچ مقر قمر مرا. خیلی برنامه ادبی شدش. اسم کنم الان به جای من نجم الدین شریعتی باید الان میبودش. برنامه مذهبی که نیستش، برنامه ادبی. مثلا نه خود اونم بحث مذهبی بودنش نیست، ادبیه. رشید کاکاوند مثلا باید حالا از آیه کاکاوند یا هر کسی که هست. آقا خیلی خوشحال شدیم. من بگم که واقعا این که شما به همون انرژی بدین خیلی برامون مهمه. کامنت بذارین، لایک بکنین و اگه کسی رو میشناسین که فکر میکنید که این محتوا براش جالبه حتما توصیه بکنید ببینه و کمکمون بکنید که بیشتر دیده بشیم. برای اینکه بیشتر دیده شدنمون باعث میشه که بهتر بتونیم فرهنگ سازی بکنیم برای بهتر کردن وضع نابیناهای ایران. امیدوارم که روز و شب و عصر و آدینه خوبی داشته باشین. من ادبی شدم دیگه با هادی انقدر چرخیدم.